تو این جلسه میرسیم به مبحث بسیار مهم و جذاب معادله. معادله اصلا چی هست؟ اگر یادتون باشه تو جلسه پیش توضیح دادم که اون حروف انگلیسی که داخل زبان باش آشنا شدین و در ریاضی کاراییشون چی بود، البته توی مبحث عبارتهای جبری، این که میتونستن یا در جایگاه متغیر قرار بگیرن یا در جایگاه معادله یا مجهول، در جایگاه مجهول. زمانی که در جایگاه متغیر قرار می گرفتن ما میتونستیم بی نهایت عدد رو به جاشون قرار بدیم. مثلا اگه اینجا گذاشتم حرف A، من به جای حرف A میتونم بی نهایت عدد، بی شمار عدد قرار بدم. اما وقتی در زمانی که در جایگاه مجهول قرار میگیرن، ما اینجا دیگه یک دسته محدودی میتونیم، یک یا چند عدد خاص رو میتونیم به جای اون حرف انگلیسی قرار بدیم. دیگه دستمون باز نیست، محدوده. خب حالا تو این مبحث ما فعلا فقط زمانی که یک عدد رو میتونیم به جای اون متغیر قرار بدیم، به جای اون مجهول قرار بدیم و باش آشنا میشیم. اما در حالا فصول بالاتر، در طی مدارج بالاتر تحصیلی که برید، می‌بینید که یک دسته معادلاتی داریم که مثلا معادلات بهش میگن درجه دوم، معادلاتی که میتونن چند دسته جواب داشته باشن یا چند سری جواب داشته باشن. ما با اینا کار نداریم، فعلا همون حرف اصلی خودمون که توی این درس هست رو میزنیم. بچه‌ها ببینید معادله کلا کارکردش چیه. شما تصور بکن یک ترازو داریم، از این ترازوهای قدیمی، نه از این ترازو دیجیتالی ها، اون ترازوهایی که قبلا میوه فروشی میرفتی بعد میومدن از این سنگای چند کیلویی میذاشتن یک کفه ترازو و بعد مثلا شما یک کیسه میوه میذاشتی این کفه ترازو و بر اساس اون همسانی که اون ترازو پیدا میکرد میفهمیدی که آقا اون میوه هایی که جمع کردی و داخل کیسه گذاشتی وزنشون چقدره، مثلا 10 کیلویه، 5 کیلویه، هر چی که هستش. مثلا حالا من شکل ترازو رو بکشم، مثلا یک ترازو ما داریم اینجا، این یکم فرض کنید یک ترازوی، حالا اگر که خیلی دقیق نشد من عذر میخوام، این مثلا یه ترازویه. خب ما داخل یک کفش، ترازو دو کفه‌ایه دیگه، حالا این یکم کوچیک‌تر شده دیگه ببخشید، مثلا من اینجا یک سری سنگ میذارم، یه دسته سنگ میذارم، حالا وزناش هم مشخصه و این طرفم پلاستیک میوه‌مو میذارم. خب یه طرف سنگ میذارم، یه طرف میوه هامو میذارم. من میخوام وزن میوه ها رو پیدا کنم دیگه، پس مقدار میوه های من مسلما من نمیدونم چقدره، اما اول قبل از اینکه بذارم بالای ترازو، خب مثلا مجهوله، اینم مثلا معلوم. معلومات و مجهولات. حالا تکلیف اون با این مجهول معلوم باید داخل معادله مشخص کنیم، باید مقدارش یه جوری به دست بیاریم. حالا شیوه به دست آوردن مجهول و معلوم رو الان، مجهولات رو بهتون میگم، معلومات که کارشون مشخصه دیگه، تکلیف اون باشون معلومه. اینکه چجوری ما توی این معادله مقدار یک مجهول رو به دست بیاریم چیزیه که الان قراره در موردش صحبت.
اصلا اینو پاکش کنم کلا. باشه یکم ترازوی بدی کشیدم. خب ساده ترین معادله که میشه مثال زد این معادله است. میگه آقا 2x برابر است با 4. برو x رو به دست بیار. خب خیلی ساده است دیگه. 2 ضرب در چه عددی میشه 4؟ طبیعتا 2 ضرب در 2. پس x من به دست آمد 2. این ساده ترین نوع معادله است. ولی یه شیوه دیگه برای حل این معادله وجود داره. مگه بین 2 و x ما گفتیم وقتی یه عدد پشت حالا اون حرف اینجا الان در جایگاه مجهول نشسته و قبلا ما میگفتیم متغیر، ولی فرقی نمیکنه وقتی پشت یک حرف انگلیسی داریم یه حرف انگلیسی میذاریم که حالا چه جایگاه متغیر داره چه جایگاه مجهول، همیشه عدد پشتش قرار میگیره و این چیزی هم که بینش نداره به این معنیه که اینا دارن در هم ضرب میشه. 2 در x داره ضرب میشه بچه‌ها. خب کاری که من میتونم انجام بدم اینه که این عدد 2 رو بردارم ببرمش یه طرف دیگه. ما گفتیم باید معلوم همه یه طرف باشن، مجهولا همه یه طرف. خب 2 عدد معلومه، 4 هم عدد معلومه، پس باید یه طرف ترازو باشن. 2 رو بردارم ببرم اون طرف. کاری که اینجا انجام میدن در حقیقت چیه؟ من 2 و x بین این دو تا عبارت علامت ضرب رو دارم میبینم دیگه. به محض این که من ببرمش اون طرف معادله علامت مخالفش میشه. یعنی علامت مخالف ضرب همیشه چیه؟ تقسیم. اگر جمع بود باز علامت تفریق رو میذاشتیم. خب پس الان من اینجا ضرب دارم، 2 رو برم اون طرف، 4 بر 2 تقسیم میشه بچه‌ها. و همین سادگی x من به دست میاد 4 به روی 2 که 4 تقسیم بر 2 میشه چند؟ 2. به همین سادگی من تونستم معادله رو حل بکنم. یه معادله دیگه ای که حالا تا حدودی میتونه ساده باشه اینه. میگه 2x به علاوه 4 برابر است با 8. برو مقدار x رو به دست بیار. ببین داخل این معادله من چیا دارم میبینم؟ یه عدد 4 میبینم، یه عدد 8 و یه عدد 2 که در نهایت همه اینا باید یک طرف برن دیگه. اینا معلوماته. اما اینکه چی جوری اینا رو جابجاشون بکنیم خیلی برام مهمه. آیا من اول باید 2 رو ببرم اون طرف یا اول 4 رو ببرم اون طرف؟ چیزی که برای ما اولویت داره داخل معادله بچه‌ها اینه که اون عددهایی که خالی هستن رو، یعنی دیگه جلوشون ما مجهولی نمیبینیم یا اون حرف انگلیسی رو نمیبینیم. اینجا جلوی 4 خالیه. خب من 4 رو میتونم به راحتی ببرمش اون طرف معادله. خب من 4 رو ببرم اون طرف معادله، مگه این 4 الان اینجا مثبت نیست؟ بره اون طرف تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به عبارت منفی. گفتیم هر وقت از یک طرف معادله چیزی رو ببریم اون طرف معادله، هر چی علامت باشه عوض میشه. اگه مثبت باشه تبدیل به منفی میشه، اگر ضرب باشه تبدیل به تقسیم میشه. اینجا من مثبت دارم یا یک علامت جمع پشتش، یعنی علامت مثبت دارم، بره اون طرف تبدیل میشه به علامت منفی. پس من اینجا چیزی که میبینم یه 2x میبینم مجدد، با این تفاوت که 4 رو بردمش اون طرف که تبدیل شده به منفی 4. پس من اینجا 8 دارم و منفی 4 رو دارم. درسته؟ حالا 2x که همچنان برقرار، 8 منهای 4 چند میشه؟ باید 4 میشه 4. خب 2x برابر است با 4. x چند به دست میاد؟ خب مگه بین 2 و x ضرب نیست بچه‌ها؟ خب من ببرمش اون طرف تبدیل به تقسیم میشه دیگه این ضربه. پس طبیعتا x من به دست میاد 4. 4 تقسیم بر 2. 4 تقسیم بر 2 چند میشه؟ میشه 2. به همین سادگی من تونستم این معادله رو حل بکنم. حالا بریم فعالیت کتاب رو حل کنیم که با مثال بیشتری بتونین آشنا بشید. بریم سراغ فعالیت کتاب. خب آمده گفته معادله‌های زیر رو حل کنید. اولین معادله‌ای که می‌خوایم حل کنیم معادله اولی سمت چپ هستش. بچه‌ها دقت کنین، چیزی که ما داخل این می‌بینیم یه دسته عدد و یک دسته مجهوله. ما گفتیم عددا باید همه یه طرف باشن دیگه، درسته؟ خب
منفی 8 دارم 2x به علاوه 4 دارم. خب همین اول به علاوه 4 رو میبرمش اون طرف معادله. این دفعه اگر به علاوه 4 بره اون طرف معادله تبدیل میشه به چی؟ تبدیل بشه به منفی 4. مثبت 4 که بره اون طرف تبدیل میشه به منفی 4. پس من یه منفی 8 دارم یا میشه این طرف منفی 8 دارم که 4 میره اون طرف میشه اینجا 2x هم که سر جاش باقی میمونه. درسته؟ خب منفی 8 و منفی 4 میشه چی؟ با هم دیگه دارن جمع میشن دیگه، هم علامت همن، پس میشه منفی 12. و همچنان یه 2x رو ما اینجا داریم. حالا منفی 12 شده 2x، 2 ضرب در x شده منفی 12. پس کافیه این که بینشون ضرب هست رو ببرم اون طرف، این 2 رو ببرم اون طرف که دیگه کامل عددا رو برده باشم یه طرف و اون مجهوله رو یه طرف نگه داشته باشم. خب بین 2x چیه؟ ضربه، بره اون طرف تقسیم میشه. منفی 12 تقسیم بر 2 چند میشه بچه‌ها؟ منفی بر مثبت میشه منفی اولا، 12 تقسیم بر 2 هم میشه 6. پس x من به دست میاد منفی 6. این از این. تو این قسمت میگه 9 برابر است با 4x منهای 7. خب من اینو به دست آوردم، کامل جداش بکنم که یه وقت با اون قسمت دیگه قاطی نشه. خب 9 برابر 4x منهای 7. خب کافیه من منهای 7 رو بردارم ببرمش اون طرف. خب منهای 7 بره اون طرف چی میشه؟ تبدیل میشه به یه عبارت مثبت. منفی 7 میره مثبت میشه، منفی 7 بشه مثبت 7. 9 هم که اینجا دارم، 9 و 7 با هم جمع بشن میشه چی؟ میشه 16. 4x هم که اینجا دارم. خب 16 بین 4 و x یک علامت ضرب وجود داره. بیاد اون طرف معادله چی میشه؟ تبدیل به تقسیم میشه. پس 16 رو بر 4 باید تقسیمش کنم. دقت کنید اینجا رو. خیلی اشتباهی که میکنن چی؟ میگه خب من 4 و x بینشون ضرب دارم، بره اون طرف تقسیم میشه، بعد میاد 4 رو بر 16 تقسیم میکنن. در صورتی که اون عددی که اون طرف معادله هست بر عددی که از این طرف معادله برش داشتیم آوردیمش اون طرف معادله تقسیم میشه. یعنی 16 در حقیقت بر 4 تقسیم میشه. 16 تقسیم بر 4 چند میشه بچه‌ها؟ میشه 4. پس x ما برابر است با 4.
x به دست میاد 4. x رو ما به دست آوردیم 4 به همین راحتی. خب این ور 2x منهای 4 داریم، اون طرف هم x داریم. خب کاری که ما اینجا انجام میدیم اگر دقت کنید ما این طرف معادله یه عدد به همراه مجهولش رو داریم و این طرف هم مجهول رو داریم. پس کاری که ما میتونیم انجام بدیم یا اینه که x رو برش دارم بیارم این طرف، منفی 4 رو ببرم اون طرف، یا منفی 4 رو ببرم اون طرف x رو بیارم این طرف، فرقی نمیکنه. من کاری که باید انجام بدم باید مجهولا خلاصه یه طرف باشن. خب من بیام x رو ببرم این طرف، علامت پشتش علامت نداره یعنی مثبت دیگه، طبیعتا بیاد این طرف میشه منفی. پس 2x که سر جاش هست، x رو که برودیم این طرف، 2x منهای x گفتم مثبته بیاد اون طرف تبدیل میشه به منفی. یه منفی 4 چون x رو بردم این طرف، منفی 4 باید ببرم اون طرف و منفی 4 بره اون طرف چی میشه؟ علامتش میشه مثبت، میشه مثبت 4. خب چیزی که داریم ما اینجا چیه؟ میگیم یه 2x منهای x. خب من گفتم x وقتی عددی پشتش نباشه یعنی یکی همیشه پشت x مخفیه. من هم یک رو باید اینجا بذارم چون دارم از هم کم میکنم. یه دو تا x رو، یک دونه x رو از 2 تا x برداشتم، چند تا x میمونه؟ یک x میمونه. 2 منهای 1 همیشه 1. x من شد چی شد؟ 4. تمام شد و رفت. این معادله رو هم تونستم راحت حلش بکنم. این طرف چی داریم؟ 3x منهای 4 داریم، اون طرف x رو داریم. خب من x رو باید ببرمش دوباره مثل روال قبل، x رو بیارمش این طرف که یه مجهوله، این بر منفی 4 رو دارم که بیاد اون طرف. این دفعه چی میمونه؟ 3 تا x داریم، یک x قراره منفی باشه. سه x منهای x، ببخشید که 3x منهای x. خب من منفی 4 رو برم اون طرف شده مثبت 4. منفی 4 باید بره اون طرف دیگه میشه مثبت 4. حالا از 3x یه دونه x رو کم کن. خب چند تا x میمونه؟ 2 تا میمونه. من یه 2x دارم و یه 4 هم که اینجا دارم. حالا چیکارش کنم؟ میگم 2x شده 4. 2 ضرب در چه عددی میشه 4؟ 2 ضرب در 2، یا همون روالی که قبلا در پیش گرفته بودیم بین 2 و x چیه؟ همیشه یه ضربی وجود داره، بره اون طرف تقسیم میشه. چی بر چی تقسیم میشه؟ اونی که اون طرفه که 4 باشه بر 2 که از این طرف اومده اون طرف تقسیم میشه. یعنی x میشه 4 تقسیم بر 2. تمام شده رفت. 4 تقسیم بر 2 چند میشه؟ 2 تمام میشه 4 تا. به همین سادگی تونستیم مادر رو حل کنیم. اینجا چی داریم؟ x منهای 6 شده 10. خب این خیلی سادهه. من اصلا همون اول میتونم بفهمم. گفته یک عددی منهای 6 شده 10. خب اون عدد چیه؟ 16 دیگه. یا همین که منفی 6 رو برم اون طرف بشه مثبت، منفی بره اون طرف بشه مثبت دیگه. x منفی 6 بره اون طرف میشه 10 سر جاش هست، منفی 6 که اومده این طرف میشه به علاوه 6. x من به دست میاد چند بچه‌ها؟ 10 و 6 با هم جمع بشن میشه 16. به همین سادگی. اینجا چی دارم؟ 3 به علاوه 4x شده 11. خب من کاری که باید انجام بدم اول عددا رو، اونی که جلوش دیگه هیچ مجهولی نداره رو باید ببرمش اون طرف. یکم اینجا رو باید خلوت کنم. این 3 رو ببرم اون طرف چی میشه؟ خب مگه 3 من مثبت نیست؟ بره اون طرف منفی میشه. 4x که سر جای خودش هست، دستی بهش نمیزنی، فقط 3 که جابجاش کردیم. خب اتفاقی که میفته 3 میره اون طرف میشه منفی. پس 4x من برابر است با 11 منهای 3.
11 منهای 3 چند میشه؟ میشه 8. پس 4x من برابر است با 8. حالا x چند میشه؟ خب 4 ضرب در چه عددی میشه 8؟ یعنی اینکه 4 بین 4x چیه؟ ضربه بره اون طرف تقسیم میشه. پس x من برابر است با 8 تقسیم بر 4 که میشه 2. 8 روی 4 میشه 2. به همین راحتی تونستم این معادله رو هم حل بکنم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه تا اینجای کار، و اگر که جایی نفهمیدین مجدد برگردین به عقب و ویدیو رو دوباره نگاه کنید و سعی کنید تمرین‌ها و فعالیت‌های کتاب رو هم حل بکنید تا قشنگ دستتون روون بشه و مفهوم معادله رو یاد بگیرید. خب بریم سراغ تمرین که طبق روال همیشگی اون یه تمرین رو هم حل می‌کنیم از کتاب. و تمرین ما چیه؟ چیزی که اومده از ما خواسته، گفته احمد و بهمن 36 جلد کتاب رو صحافی کردن. احمد 6 جلد کتاب بیشتر از بهمن صحافی کرده. هر کدوم از اونها چند جلد کتاب صحافی کردن؟ خب دقت کنید، چیزی که سوال داره به ما میده اینه که ما میخوایم اینو ربطش بدیم به معادله دیگه، یه جوری پیوندش بزنیم به معادله. خب مگه احمد و بهمن روی هم 36 تا جلد کتاب رو صحافی نکردن؟ یعنی احمد و بهمن میتونن مجهولات ما باشن. خب سوال پیش میاد، مگه من به شما چیزی که گفتم ما یک مجهول داشتیم داخل معادله، نه 2 تا مجهول طبیعتا. پس من با این چیکار کنم؟ از اینجا استفاده کنم، میگه احمد 6 تا جلد کتاب بیشتر از بهمن صحافی کرده. یعنی من اگه یک کدومشون رو x در نظر بگیرم که مثلا در جایگاه مجهوله و ما نمیدونیم مقدارش چقدره و در انتها قراره به دست بیاریم، یک کدومشون رو مجهول در نظر بگیرم، حالا چه احمد چه بهمن، اون یکی دیگه هم خودش مشخصه. مثلا احمد رو من بیام، مثلا بهمن رو من بیام مجهولمون در نظر بگیرم، یعنی همون x باشه. بهمن، به جای بهمن من x رو بذارم. خب من به جای بهمن بیام از عبارت x استفاده بکنم. خب به جای بهمن من x رو گذاشتم دیگه، به جای احمد پس باید چی بذارم؟ خب گفته احمد 6 بیشتر از بهمن صحافی کرده، پس اون یکی دیگر رو میذارم x به علاوه 6. پس یکیشون شد، این اولیه شد بهمن، این یکی هم شد احمد. حالا یکیشون احمد یکیشون بهمن، سرجم اینا چند تا جلد کتاب صحافی کردن؟ 36 تا. پس من اینجا می نویسم x به علاوه x به علاوه 6، احمد و بهمن با هم دیگه شده چند؟ شده 36. پس من به همین راحتی مسئله رو تبدیل کردم به چی؟ به یه معادله، به همین سادگی. حالا x به علاوه x چی میشه؟ 2 تا x داریم دیگه، میشه 2x. 2x به علاوه 6 شده 36. حالا کاری که ما اینجا انجام میدیم، یه معادله داریم، تکلیف ما معادله بودن مشخص شد، معادلهش هم نوشتیم. حالا یه مثبت 6 داریم که خالیه، میاریمش اون طرف معادله، مثل روالی که قبلا معادله حل میکردیم. و یه 2x داریم، 2x که اینجا مینویسمش، 2x که دستش نزدم، فقط 6 رو بردم اون طرف. 36 هم که سر جایش هست در اون طرف معادله، فقط مثبت 6 میاد اون طرف، میشه منفی 6. حالا 36 منهای 6 میشه چند؟ میشه 30. میخوام معادله رو حلش کنم، چجوری حلش کنم؟ 2x بینشون ضربه، 2 بیاد دو طرف چی میشه؟ تقسیم میشه. x من به دست میاد 30 تقسیم بر 2، این که بر اون تقسیم میشه دیگه، 30 تقسیم بر 2 حاصل به دست میاد 15. پس چیزی که من فهمیدم اینه که
بهمن چند تا صفحه صحافی کرده؟ 15 صفحه. احمد هم که 6 تا بیشتر بود میشه 21 صفحه. 21 و 15 میشه 36. پس من به همین راحتی تونستم معادله رو حل کنم. این مربوط میشه به بهمن. خب احمدم که میشه 20 یه دونه دیگه، خیلی راحته. به همین سادگی ما تونستیم این سوال رو حلش کنیم.